Cheating is bad. اگر در بازی همستر تقلب کردی باید قید پول درآوردن ازش رو بزنی. تو این پست میخوایم بررسی کنیم که خطر حذف شدن اکانت همستر برای چه کسانیه، یا اگر مدت زمان طولانیه که بازی نمی‌کنی چه اتفاقی برای بازی قرار میفته و چگونه بفهمیم همستر بالاخره به ما پول میده یا حذفمون میکنه. و مورد بعدی، چرا کلیدها در بازی همستر اینقدر حائز اهمیته و در نهایت اگر خیلی وقت بازی نکردی، ناامید شدی یا در بازی تقلب کردی، چه راه حلی برای پول کردن اکانت همسترت وجود داره. بالاخره قرار شد همستر 5 مهر ماه یه درآمد دلاری خوب به کسانی که توی بازی تقلب نکردن بده. توجه کردی؟ کسایی که تقلب نکردن. حالا برای اینکه ما متوجه بشیم حسابمون تا قبل 5 مهر ماه مسدود میشه یا به ما درآمد دلاری میده، با ما همراه باش. همستر یک گزینه اضافه کرد به نام کی یا همون کلیدها. یه سری اومدن زرنگ بازی در آوردن و از ربات ها برای افزایش تعداد کلیدهاشون توی بازی استفاده کردن و جالبه صاحب سازنده همین ربات ها حسابش تو همستر بند شده و دیگه نمیتونه سود دلاریشو برداشت کنه. خب حالا ما باید متوجه بشیم که آیا ما در لیست بند شدگان همستریم یا نه قراره سود کنیم از این بازی. تو اسلاید بعدی کامل به توضیح میدم. بیا بریم تو بازی تا بهت بگم همستر پول میشه یا نه. برای اینکه متوجه بشیم همستر حساب ما رو بند کرده یا نه، کافیه روی این اسکینه بزنید، روی سی آل بزنید و بیاین این پایین. ببینید قسمت cheating is bad اگر غیر فعاله که اوکیه، ولی اگر بالاش تیک سبز خورده و روشنه متاسفانه حسابتون بند شده. حتما اینو چکش کنید. چرا کلیدها در بازی همستر خیلی مهمه؟ چون آخرین راه درآمدشه. بارها گفتم که تیم کوچینگ همستر بسیار بسیار قدرتمنده و تو این بازی که اومد تونه 36 میلیون سابسکرایبر از یوتیوب در بیاره. یعنی راه اول درآمدش از ویدیوهای یوتیوبش بود. بعد اومد چیکار کرد؟ تبلیغات کمپانی‌ها رو گرفت که یاد باشه باید میرفتی سکه میدادی، ماین میکردی، کارت پروفیت رو میبردی بالا، مثل لامبورگینی، سئو، گوگل و غیره. بعد اومد چیکار کرد؟ فروش تیشرتش رو نمایی کرد و الان هم نصب بازی ها. تو برای که کلید داشته باشی باید بری یه سری بازی ها رو نصب کنی، بازی کنی تا بهت کلید بده و این بازی ها بازی های نوپا هستن که الان هم دیگه بازی های خودش رو نمایی کرده. پس تیم همستر یک بیزینسمن و یک کاسب خیلی خوب بودن که تونستن تو این بحران زمانی پول خیلی خوبی به جیب بزنن. پس الان یه راهکاری راه انداختن که میان اونایی که متقلبن یا تقلب کردن رو حذف میکنن که تعداد کاربرا کمتر بشه و پول کمتری پرداخت کنن. اما من توی اسلاید آخر راه حلی رو بهت میگم که تو بتونی پول و حق تو از همستر دریافت کنی. حالا دو حالت داره، یا تو ناامید شدی و خیلی وقت دیگه همستر رو بازی نمی کنی، یا برای دریافت کلیدها تقلب کردی که هر دوش باعث میشه که از سود همستر جا بمونی. برای اینکه بتونی درآمد دلاری مناسبی از همستر داشته باشی من این راه حل سریع برات پیدا کردم. فقط کافیه کلمه چیت رو داخل کامنت برام ارسال کنی، من آموزشش رو توی دایرکت برات میفرستم.